من از این که اولین بار تونستم توی دانشگاه و نزدیک ببینم خیلی خوشحالم، چون تو مملکت خودمون هر وقت میرفتیم دانشگاه واسه این بود که ببندیمش، واسه همین توی دانشگاه تا حالا ندیده بودن. میرفتیم با چماق تو امام گویان میزدیم و فارغ التحصیل میشدیم و خلاص، دعوا نداشتیم. چه یکی از افتخارات این دانشگاه هم اینه که این لباس و تن همه رئیس جمهورای ننه مرغه نظام ما کرده. حالا نوبت منه. وضعیت من تو نظام نی مثل منگوله همین کلاهیه که میبینی، همینطوری دلنگون از منویات و عظما آویزون. دعوا نداریم که خب عظما مریضه، سیاستهای کلیش غلیظه، مشکلاتش عریضه، بحرانام که روی میزه، عمق استراتژیک هم که چیزه، دولت ما هم که قوره نشده معویزه، خزانه که فریزه، آتیش ملت هم که بد جوری تند و تیزه، خلاصه زیر پامون هم که لیزه. به قول شاعر اینجوری نی بوی الرحمنمان آید همی، خورده عظما ضربه های محکمی، چون چغندر شد ولایت در نظام، نقش من هم هست همچون شلغمی. دعوا نداریم که اینجوری نی.